بسم الله الرحمن الرحیم. احکام لام ساکن. دو قسم از احکام لام ساکن که لام الاسم و لام الفعل بود تشریح شد. الحال انشاءالله قسم سوم اون که احکام لام الحرف هست بیان خواهد شد. لام الحرف اون لام ساکنی است که در آخر دو حرف حل و بل قرار می گیرد و برای اون دو حکم است. اول حکم اظهار و دوم حکم ادغام. حکم اظهار یعنی لام ساکن حل و بل در نزد تمام حروف هجا اظهار هست، یعنی وقتی لام ساکن حل و بل به هر حرفی از حروف هجا به استثنای دو حرف لام متحرک و را متحرک برسد، باقی مانده حروف هجا یعنی لام ساکن در اونها اظهار انجام میگیرد. مثلا بل نحن، هل اخذ، در این صورت هر دو تا اظهار شد. بل نحن و هل اخذ. اما اون زمانی که بعد از لام ساکن هل و یا بل دو حرف را متحرک و لام متحرک بیاد، در این صورت حکم اون ادغام هست. مثل این کلمه هل لنا، هل لنا، هل لهم. لام ساکن در لام متحرک بنابر قاعده ادغام شد و علامت ادغام تشدید است که روی حرف دوم گذاشته شد، روی حرف مدغم فیه. و همینطور کلمه دیگر بر رفعه الله، بر رفعه الله، که بل لام ساکن آمد اما بعد از اون چون را آمد و را متحرک بود، بنابر قاعده ادغام لام ساکن در حرف را ادغام شد. چون لام و را دو حرف قریب المخرج هستند و ادغام متقاربین انجام گرفت و علامت ادغام تشدیدی است که بر روی حرف را گذاشته شده است. و اون کلمه اول هل لنا، لام ساکن با لام متحرک، این ادغام متماثلین شد، یعنی دو حرف که هر دو از یک جنس هستند در هم ادغام شدند. اولین ساکن و دومی متحرک در هم ادغام گردیدند. و به استثنای کلمه بل رانه که در سوره مطففین آمده که لام ساکن هست و بنابر این قاعده باید لام ساکن در را ادغام بشود، ولی بنابر روایت حفص منع ادغام هست و در اینجا ادغام نباید انجام بگیره بلکه اظهار بشود و قاعده سکته در آن جاری می شود که قاعده سکته این است که قطع صدا بدون قطع نفس انجام می گیره، یعنی اینطور ادا می شود بل ران علی قلوبهم. ولی وقف اون موردی است که قطع صدا به همراه قطع نفس انجام میگیره، ولی سکته قطع صدا بدون قطع نفس. اینها احکام یعنی لام ساکن حروف بود یا لام الحرف که کاملا تشریح شد.